آیا می‌دانید نرسی شاه ساسانی فرزند بهرام دوم و برادر بهرام سوم بود؟ تابستانها در شهر استخر به سر می‌برد و زمستانها در مدائن می‌ماند. یک روز شراب می‌نوشید و روز دیگر از آشامیدن پرهیز می‌کرد. جامه‌ای که به یک روز پوشیده بود دیگر نمی‌پوشید مگر آنکه از جامه‌های کمیاب و گرانبها باشد. همنشینان خود را بزرگ می‌شمرد. هیچ خوردنی و آشامیدنی را مخصوص خود نمی‌داشت. هرگز به آنان برتری خویش نمی‌نمود و نمی‌فروخت مگر به هنگام بار عام. زنباره نبود و به دو بانوی آزاده از فرزندان شاهان و دو زن دلبند که بسیار زیبا بودند بسنته می‌کرد. وی به آتشکده‌ها نمی‌رفت و چون در این باره با او سخن می‌گفتند گفت خدمت به خداوند مرا از خدمت به آتش باز می‌دارد. چون 9 سال در بوستان ملک از میوه‌های زندگی بهره جست، کشور را به فرزند و ولیعهدش هرمز سپرد. از خوشی‌های این دنیا جدا گشت و به خانه همیشگی روی آورد.